50 نکته مهم برای تربیت فرزندان. شماره 41. تلویزیون را در سالن قرار دهید. تحقیقات مکرر این موضوع را نشان دادند که فرزندانی که در اتاق خود تلویزیون تماشا می کنند وزن بیشتری دارند، کمتر می خوابند، نمرات کمتری در مکتب می گیرند و مهارت های اجتماعی ضعیفتری دارند. به علاوه والدینی که در اتاق خوابشان تلویزیون دارند نیز دفعات برقراری رابطه جنسیشان کاهش می یابد. شماره 42. زمینه فعالیت بدنی فرزندتان را فراهم کنید. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد رشد مغز فرزندان با میزان فعالیت بدنی آنها در ارتباط است. نوزاد خود را در طی روز چندین مرتبه روی شکم قرار دهید. اجازه دهید کودک نوپای شما به جای استفاده از بازیچه‌ها بیشتر راه برود و برای فرزندان بزرگتر فرصت‌هایی را فراهم کنید که در آن زمانهای فعالیت بدنی فراوان داشته باشند. شماره 43. واکسیناسیون فرزندتان را به موقع انجام دهید. هنوز سرخک و سایر بیماری ها در کشورهای جهان ریشه‌کن نشده است. از انجام واکسیناسیون به موقع کودکتان غفلت نکنید. شماره 44. از لبخند فرزندتان محافظت کنید. مراقبت از دندان کودکان را به محض رویش دندانهای شیری آنها آغاز کنید. درست است که این دندانها میریزند، اما سلامت آنها برای سلامت و استحکام دندانهای دائمی بسیار اهمیت دارد. در مورد نوزادان با دستمال تر و در مورد فرزندان بزرگتر با مسواک و برس دندان از پوسیدگی دندانها جلوگیری کنید. فرزندانتان را تشویق کنید که روز 2 بار مسواک بزنند. شماره 45. درباره محافظت آنها هوشیار باشید. خانه خود را به مکان بی خطر برای فرزندانتان تبدیل کنید. هرگز فرزند زیر 5 سال را در حوض یا تشت آب نگذارید. چوکی مخصوص کودکتان را حتما در موتر درست جاگذاری کنید. زمانی که قصد بایسکل سواری را داشتید، روی استفاده از کلاه محافظتی استوار بمانید. به حرف دکتر فرزندتان گوش دهید. اگر متخصص اطفال شما معتقد است که تب فرزندتان ویروسی است و نیاز به آنتیبیوتیک ندارد، برای گرفتن واکسن و آنتیبیوتیک اصرار نکنید. بهترین داروی گیاهی استراحت، مقدار زیاد مایعات و کمی مراقبت محبت آمیز شما است.
شماره 47 از کریم ضد آفتاب مخصوص کودکان استفاده کنید. هر روز صبح به عنوان بخشی از برنامه‌های صبحگاهی آماده شدن برای خروج از خانه، مقدار کریم ضد آفتاب را برای پوست فرزندتان بمالید. به مرور این کار را برای او مانند مسواک زدن به کار عادی آنها تبدیل می شود و می تواند کریم ضد آفتاب را در کنار برس دندان بگذارید که استفاده از آن را فراموش نکند. شماره 48 نوزادتان را زمانی که خواب‌آلود است در جایش بگذارید. زمانی که خواب‌آلود است اما هنوز به خواب نرفته می توانید او را در جایش بگذارید. با این روش او می آموزد که بتواند خودش را برای خواب آرام کند. این کار او را از مشکلات احتمالی خواب او در آینده می کاهد.